سلام كمسك الختام. آیا خوراک پس از خوراک؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. در میان مردم آوازه پهن گردیده بود که گویا یزید ابن ابو سفیان خداوند از آنها راضی باد در یک وقت طعام‌های گوناگون می‌خورد. این آوازه به تمام مدینه پهن گشته و به گوش عمر خداوند از او راضی باد نیز رسید. عمر خداوند از او راضی باد به همسایه او که نامش یرفع بود گفت: هر وقت دانستی که خوراک شام یزید را آماده کرده اند مرا آگاه نما. چون خوراک شام را حاضر نموده اند، یرفع در حال عمر خداوند از او راضی باد را آگاه نمود. عمر خداوند از او راضی باد خود را زود به خانه یزید رسانیده به او سلام داد و اجازت داخل شدن خواست. یزید خداوند از او راضی باد اجازت داد. عمر خداوند از او راضی باد داخل گردید و به سرفه طعام نزدیک شد. آن بیگاه شوربای سرگوشت آوردند. عمر خداوند از او راضی باد همراه صاحبخانه از آن شوربا تناول کرد. پس از خوردن آن طعام به سرفه گوشت گوسفند تنوری را آوردند. یزید در حال دستش را دراز کرد تا از آن بخورد، ولی عمر خداوند از او راضی باد دست او را بازداشته سرزنش کنان چنین گفت: از خدا بترس ای یزید ابن ابو سفیان. آیا خوراک پس از خوراک؟ سوگند به نام خدایی که جان عمر به دست اوست، اگر از سنت رسول مخالفت می نمایید، مردم نیز شما را مخالفت می ورزند. با این گفته ها عمر خداوند از او راضی باد می خواست به یزید بگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ وقت تا شکم سیری خوراک نمی خوردند. یعنی این از سنت نیست که خوراک بالای خوراک باشد. بلی برادران و خواهران ایمانیم، اگر ما مخالفت به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم کنیم، مردم بر ما مخالفت می ورزند. این گفته های عمر خداوند از او راضی باد یک درس است برای آن عالمان، آن مفتیانی که مردم به آنها مخالفت می ورزند. سبب در آن است ای عالمان، ای مفتیان، سبب در آن است که خود شما به سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم مخالف ورزیدید. به این سبب مردم شما را احترام نمی کند. مردم گفته های شما را باور نمی کند. مردم از پس شما نمی رود. مشکلی در شماست نه در مردم. اگر شما به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم چنگ زنید، آنها را عملی کنید، انشاءالله مردم از قفای شما می رود. مردم سخنهای شما را گوش می دهد. مردم به شما مخالفت نمی ورزد. پس اصلاح شما اصلاح جامعه است. برادر و خواهر ایمانیم، حرکت بکنیم که به سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم چنگ زنیم، سنت ها را زنده گردانیم و زندگی خود را مطابق قرآن و سنت گردانیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.